سلام علیکم بینندگان عزیز یوتیوب کانال دکتر طاهری. اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان از تاریخ 15 اپریل سال 2026 تا 25 اپریل کنگره دوم بین المللی در موضوع سالمی و درازعمری با اصول طبیعی درمانی طب خلقی برگزار نمود. این کنگره در ناحیه عینی 3 روز، در شهر پنجکن 2 روز، در شهر سمرقند 3 روز و در شهر بخارا 3 روز برگزار شد. مقصد از مرام این کنگره آن بود که به مردم عادی ترین چیزها را آموزاندن لازم است که آنها یاد گیرند، عمری دراز بینند و بیمار نشوند. وقتی که ما در ناحیه عینی با دستگیری رئیس ناحیه رفشان رحیم‌زاده در یک تالار زیاده از 400 نفر مردم جمع آمدند، از آن جمله کارمندان معارف، کارمندان ساحه طب، مکتب، بچه‌های مکتب اشتراک کردند. در اینجا ما 10 نفر اعضای اتفاق نویسنده‌های بین المللی و طبیبان، دکترها، طبیبها، عالمها، شاعر، حافظ اشتراک کردند. برنامه با نام صنعت، طب و طبابت برنامه مشترک بود که مردم خیلی حلاوت بردن، بسیار چیزا آموختن. عادی‌ترین علمیت ها، تکنولوژی نوشیدن آب، نفس کشیدن، معامله کردن، قانون‌های جمهوری تاجیکستان، از آن جمله حقوق شناس هم داشتیم که قانون‌های فهمانده می‌دادن. و خلاص که برای مردم ما یک دستاویز خوب پیشنهاد کردیم. هر شخصیت هایی که در این برنامه ما اشتراک کردن، البته کمش 50% سلامتی خودشون برقرار کرده میتوانند، یاد گرفتن، آینده میتوانند که 100-150 سال عمر بدن. سلامت و سربلند باشید. دوام برنامه های ما در شماره های آینده به شما پیشکش میکنیم.